سلام بیننده ارجمند، طاهر سفر هستم و تا کمتر از یک ساعت دیگر طوری که گفتیم برنامه خبری رادیو آزادی را تقدیم میکنم. برنامه از طریق کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود که شما ما را اونجا نگاه دارید و هم در وبسایت azadi.org. خوب در برنامه امروزه که تا کمتر از یک ساعت دیگر شروع می شود از یک دیپلمات آمریکایی میپرسیم که سرنوشت گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک چی شد، کجا هست و هم گزارش دیگری داریم درباره اون که مهاجران تاجیک در این روزهای برفی در مسکو چی کار میکنند، زندگیشان چگونه است و هم گزارش داریم درباره اون که خبری داریم درباره اون که آیا ویزا بین تاجیکستان و ازبکستان را از بین میبرند یا نه و هم درباره شیوه نوی تنظیم در تاجیکستان صحبت میکنیم. خودتون در برنامه خواهید دید. تا کمتر از یک ساعت دیگر آزادی ویدیو کانالی که ما را میبینید و هم در وبسایت azadi.org برنامه نشر می شود.